صادقیم در رفتار، چون صادقیم ثابتیم. اگر مثل خیلی از شماها دروغگو بودیم و پشت پرده یه چیز دیگه داشتیم، کلا سرتون میذاشتیم. پاییز گذشته زمانی که حضرت عالی در سازمان ملل سخنرانی داشتید در مجمع عمومی، فرمودید که احساس کردید که یک حاله حضرت عالی را در بر گرفته بود. برای 27 دقیقه جناب عالی می‌فرمایید هیچ کدام از رهبران دنیا چشم بر هم نگذاشتند برای شنیدن پیام جمهوری اسلامی ایران. حرفای جالبی، منم تو روزنامه ها خوندم این حرفا رو. من فکر کنم این حرفای روزنامه‌ای است که بالاخره همکارای شما می‌ذارن برای فروش بیشتر. جناب عالی این را نفرمودید. من در روزنامه ها خوندم. خب سوال بنده این نبود که جناب عالی آن را در روزنامه خوانده اید یا از روزنامه مطلع شدم این حرف. Well, I was told by the papers about these. روز آخر که استراحت کردم یه نفر اصلا این رامید صحاف داره گفت وقتی تو شروع کردی بسم الله اللهم گفتی بندم اومد اینجوری دهاته کرد رفتی توی حسنی توی حسن تا آخر خودم این احساس کردم این احساس کردم که اصلا فضای دفعه عوض شد اینجا و همه حاضر 28 دقیقه ما می‌نویسیم موجه نزدن. اینجا میگم موجه نزدن قلوب نمی کنم اما انتقاق نیست، چون نگاه میکردن همینجوری مرخوط یه دست اینا رو همه رو گرفته موجه اشتاده بود، چشا بوجا شد رو باز کرده بود جون از جمهوری اسلامی خیلی میشه استفاده. یادتون هست حتما ماجرای حال اینو چی بود؟ این ماجرای رئیس جمهور میگن بله احمدی نژاد گفته است ما کیا چه رسیدیم ولی نور ما نورمون کجا اینجوری دهاته کرد رفتی توی حسن توی حسن تا آخر خودم این احساس کردم ولی نور ما نورمون کجا